رسید زمان معجزه خدا. رسید زمانی که هممون اشک توی چشممون جمع شده بود و منتظر یه خبر خوب. باورمون نمیشد. خدا رو بابت این اتفاق بزرگ شکر میکردیم که حامی شد. حامی که اون از روی تخت بیمارستان دوباره روی استیج آورد، قوی تر از قبل. معجزه خدا یعنی حامی. معجزه خدا یعنی کسی که حامی رو به ما بخشید. کسی که حامی رو به ما بخشید کی بود؟ خدا. از خدای متعال ممنون و بهش مدیونیم. بعضی آدم‌ها تو زندگیمون بدون اینکه بدونن نشونه یک معجزه‌ن. یه لحظه‌ای هست که انگار امید تموم میشه، ولی بعد انگار خدا برمیگرده میگه نه، هنوز تموم نشده. و یکی که شاید قرار بود خاطرشه میمونه و لبخند میزنه و ادامه میده و با بودنش هر روز یادمون میندازه که خدا همیشه هست و هوامونو داره و هنوزم معجزه میکنه و این تویی که همیشه یادمون میندازه. شکر بابت وجود تو زندگی معجزه خدا. در زندگی گاهی با چالش ها و سختی های روبرو میشویم که ما را به فکر وادار میکند، اما در این میان معجزه های خداوند همیشه در کنار ماست. حامی با تمام عشق و امیدی در دل دارد ما یادآوری میکند که زندگی پر از زیبایی هست. خداوند با رحمت و لطفش او را به ما بازگرداند و نشان داد که هیچ چیز غیر ممکن نیست. من همیشه ممنون خدایی هستم که حامیم شد و دوباره به همون برش کرد. معجزه خداست. زمانی که همه منتظر بودیم خدا کمکش کنه که کرد. حامی شد و حامیو به ما برگردوند. ما هرگز امیدمون رو از دست ندادیم و درست توی لحظه‌ای که فکر می‌کردیم همه چی تموم شده، معجزه‌ای اتفاق افتاد و حامیم برگشت و ادامه داد. این دفعه خفن‌تر ادامه داد. خدا اونو برای ما حفظ کرد. پسر خدا، موفق و سربلند باشی. این سوگی فقط برای خدای من بزنید که من حیاتش